اعلام میکنم این رژیم منحوس پرچم شیطان است، پرچم شیطان بزرگ است و صرفاً مجری دستورات آمریکا و انگلیس جنایتکار است. اونها تصور میکنند که ملت‌های 100 سال قبلند، غافل از اینکه شرایط دنیا عوض شده است. امروز همه ملت‌ها بیدارند و ملت ایران پرچمدار بیداری همه ملت هاست. ما ببینیم از جنوبی ترین نقطه آمریکای جنوبی تا شرقی ترین نقطه آسیا همه ملت ها یک فریاد میزنند و همه اونها با پلاکارد و مشت های گره کرده فریاد میزنند